مرسیای من با یه قصه دیگه سلام و بریم که دیر شد. تو قصه امروز میبرمتون کارگاهمون. بعد از 1 ماه تعطیلات دیگه باید دختر زحمتکش درونمو کشون ببرم سر کار و بیاین امیدوار باشیم که این سوختگی روز قشنگمون رو خراب نکنه. قبل از کلاس رنگو ببین. قبل از کلاس رفتم گل خریدم که خود شیرینی کنم و مخ ریحانه خانم استادمون رو واسه اینکه 600 سال نبودم بزنم. و چون آبی همیشه چشممو میگیره و چون نمیدونستم چه رنگی دوست داره واسه همین به سلیقه خود آبی گرفتم. بعدم نشستم دست گل پیچیدن رو نگاه کردم. کلاسمون دیر شده و من همچنان دارم گل پیچیدن نگاه میکنم. ولی از گل و گل فروشی فقط تا همین جاشو دوست دارم. اصلا دوست ندارم گل هدیه بگیرم. دارم میخواد میدونی دشت گل ببینم، بوته گل ببینم، تو باغ گل قدم زدن رو ترجیح میدم. اصلا گل رو شاخه که زنده باشه خوشگل تره. ولی خب گل فروشی هم قشنگی خودشو داره. از بس که رنگی پنگی از کنارش ردم بشی همچین روحتو نوازش میکنه، چشماتم حال میاد. یعنی یکی بخواد به من هدیه بده فقط کافیه به من بگه بیا بریم توی گل فروشی قدم بزنیم بستنی بخوریم. اینجوری. بالاخره بعد از تماشای 3-4 تا دسته گل پیچیدن دسته گلم آماده شد و میریم سمت کلاس. سیس انگار دومالیه که داره میره آرایشگاه دنبال عروس. چقدر دلم واسه فضای کارگاه تنگ شده بود. رسیدیم کارگاه، اولی که از بچه‌ها رو فرستادم چه کنه استاد تو کلاس باشه. بعد رفتم پایین. خیلی سوسکی رفتم چون هر لحظه ممکن بود استاد بیاد بیرون و آب ببره واسه چرخ. ولی خب موفقیت آمیز بود. سلام استاد. بیا ببین نذاشت برسیم گفت مشقاتون کو. پیک بهاری بهمون داده بود. پیک بهاری. وای نه که اینقدر قشنگه. خیلی قشنگ شده. نباید اینجوری میگه. معلومه که دختر مرده بودم که شکسته باشه یه وقت. ولی ببین چی ساختم. خیلی قشنگ کرده. لایک واقعی. خیلی عالی شد. نه خیلی خوشگل. آفرین. دیگه بقیه اونایی که بهتون همین نقش دادم خوب. اینا خیلی خوبه ولی مشقاتون هم میخوام. آره مشقا. از اینجا یه ربع ساعتی چیزایی که تو خونه ساخته بودم و تمرینامو نشون دادم و سوالا و اینام پرسیدم و واقعا از ظرفش کمدار متنفرم. خوبه ولی باید داخلیش یه جوری بیاد بالا که قابل استفاده. خب یعنی اومده بالا ولی اونجا پیدا نبود اومده بالا. ببین شیب گودیش اینجوری هست. داخلش نه. یه ملایم. خب نه اون یعنی ضخامتش زیاده. ضخامتش زیاد باشه که میتره که ها. این مال کیه؟ عالی خیلی خوبه اینو راضی‌ام. یعنی همونقدر که از ظرف شکمدار بدم میاد همونقدر عاشق بشقابم. از این بالا میتونید ببینید که چقدر مشق داده بود دیگه. ماگای من کو که بهتون گفتم تا اینجا میام. بله در این مرحله میرسیم به بخش خیلی 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 مهم پروژه، یعنی بستن گیسوان گیسوکمندتون. حالا صدا ریحانه خانم رو داشته باش. من خیلی گفته بودم هنر جامعه رفیقتی باشم. گفتم یه پروژه رو زنی بیارید. ساده نیارید. دوربینو که گذاشتم وسط کارگاه ریحانه خانم میگه این شیوا رو کاری به کارش نداشته باشید. این باز دوربینش رو آورده. خیلی خوشحالم که ریحانه خانم استادم، خیلی دوستش دارم که با دوربین اوکیه و اجازه داد این ولاگو بگیرم. و کاش اون موقع با کانزاشی آشنا شده بودم. نمیدونی چقدر بد موهات تو گل گیر کنه و همینجوری با چرخ به چرخ. دوبار برام پیش اومد واسه همین دیگه همیشه موهامو میبندم بالا. ما بلندا کانزاشی خیلی برامون راحت تره، حتی از کلیپس هم راحت تره. به نظرم هر گیسو کمندی باید یک کلکسیون کانزاشی داشته باشه. حالا اب نداره این ویدیو ژیگولتور شد و یادگاری موند، ولی الان دیگه فقط موهامو با کانزاشی بالا میبندم. عکسش هم گذاشتم واسه اونایی که نمیدونن چیه. هم راحت تره هم خوشگل تر. میبینی که ولی بگم من عاشق بافتمو، اما به زودی هر هفته کلی بافتمو با هم یاد میگیریم.
ولی واسه کار و مثلا سفالگری و اینا کانزاشی بهترین و جمع جورترین گزینه است. خلاصه هر گیسو کمندی که داره صدای منو میشنوه. زود برای کانزاشی بخر خودتو خلاص کن. همینجور که موهامو میبافتم و با بچهای کلاس دور همی گرفته بودیم و خاطراتمون رو تعریف میکردیم، اینجا ریحانه خانم از من پرسید تو دیگه خیلی دیر اومدی کجا بودی؟ گفتم ریحانه خانم ریحانه باشه یه سفر رفته بودم کهکشان راه شیری. تو مسیر برگشت به بارش شهابی برخوریم و سفینمون دچار نقص فنی شده بود، ولی راستش اون موقع داشتم واسه شما بلاگ سفر میگرفتم. معمولا با دیزاین و آماده شدن و استراحت‌های بینش و بریم کارهای جدید استاد تو کوره ببینیم و اینا یه 3-4 ساعت تو کارگاه هستیم. اینجا هم هر کی بسته گل خودشو داره که اسمش روش نوشته است، میره پیداش میکنه برای تمرین. منم کیسه گلمو درآوردم که براتون خودم تو گل بپلکونم. بعدم پیشبندمو بستم. این پیشبند سفالگریای این مدلی کم بند دور گردنشون اذیت میکنه، ولی هم مدل دامنی دارن مثل اینی که من پوشیدم، هم حالت شلواری که مثل بیلر سوت میشه. من واسه خودم دامنیشو گرفتم، برندم زدم روش. هنوز دارم نمیاد هوشمش، خیلی ناز شده. برندم نیروانا اسمش، نیروانا. روی لباسم انگلیسیشو زدم، روی مهرم فارسیشو، ولی فارسیش خیلی نازتر شد، بیشتر دوستش دارم. این لباسا یه چیز خوبی که دارن، مثلا واسه من که دامنیه، جلوی دامنم زیرش یه لایه هم پلاستیک نازک پوشیده شده که لباس اصلی که تنمون خیس نشه. از این نویسنده ناشر قدیمی‌ها دیدی نصف فرهاد تو سریال شهرزاد که آستین پفی جدا میپوشیدن از مچ تا ساعد؟ از اونها هم داشت ولی من نگرفتم. دیگه سفالگری حس خوبش به همینه که تا آرنج میری تو گل. ولی کلاهشو هم سفارش دادم دیگه، فقط مونده یه جفت چکمه راحت بگیرم. قالب بیرون میتونه کاری که میسازی داخلش نقش داشته باشه، ولی قالب داخل نمیتونه نه بیرونش نه داخلش نقش داشته باشه. نقش خب درس امروز ظرف درداره. من دیگه 1 سال بیشتر میام و دیگه آخرای دورمه. ظرف دردار رو همین آخر یاد میگیریم. قبل از ساخت هر سازه‌ای هم باید اینجوری گلش رو ورز بدیم که اگه حبابی تو گل هست هواگیری بشه و یه دست بشه فیلبردار مرد. فقط این که واسه سازه‌ای که با دست میخوای بسازی، یعنی بدون چرخ، باید 10 دقیقه ورزش بدی. ولی واسه سازه‌ای که روی چرخ ساخته میشه گلش 2-3 دقیقه بیشتر ورز نمیخواد، چون به اندازه کافی روی خود چرخ مشتمال میگیره. 2 تا گوله گل آوردم که بتونم بیشتر تمرین کنم، چون هر بار که روی چرخ با گل کار میکنیم باید بذاریم رو کاشی گچی آبش گرفته شه، دوباره بیایم باش کار کنیم. الان دیگه ظرف آب و گل و اسفنج آماده است، فقط مونده گل بچسبونم که موقع چرخش پرت نشه. حالا که تا اینجا اومدین بیاین یکم با من بریم سر کلاس. دست روی صافتر باشه، اینجوری پرت باشه. اینو یکم صاف کنید. من اینو درست میکنم برای شو درست کنم جا این آرمان جمعش میکنیم بالاش خیلی خیلی ملایم باید شروع کنیم ببستیم. این چه؟ قلق یادتونه؟ نه این قلق در شما یکم این شکلیه. من فکر میکنم قلق این بعد میبریمش مگه نه استاد؟ درست میگم نه؟ این میشه؟ بعد میبریمش درسته؟ نه چرا؟ آره بعدا میبریمش. درشو میبریم که درشه دیگه. درشو میبریم که درشه. سرشو این میشه در به شماره یکمون. این بهتر از همه است دیگه، نیازی خط کشی کنیم و اینا. بعد از یه قسمت بالا اینو بریم داخل، این اینجا ایجاد بشه. این ظرفی در میکروفوناست. ببین این در گنبدی میشه. بعد ما از اینو خاموشش کن.
بعد از اینجا برشش میزن، این جلسه بعدی که شرمینه بشه از اینجا برشش میزن، این میره داخلش. این دسته بدنش اون میشه دسته. الان اینو بعد یکی درست کنیم. حالا تو براتون ببین دست من کجاست، چقدر کردم من از خارجه. چرا الان گوشتشون جمعونش کرد چون گاز شده بود جمعش کرد خواه نخواهی گوشت حالا بابا مرکزش کنم؟ نه خوبه دیگه شروع کن یه داره دیگه مرکزش کن یه کوچولو دیگه خوبه بندش میچسبه عاشق جو کارگاهمونم، واسه همینه که دلم واسه کلاس تنگ میشه. همیشه هم تایم استراحتمون چای خورون داریم با همین دستای گلی. ببین دستامونو گفتم براتون خودم تو گل میپلکونم. چقدر ما ریلکس و راحت شدیم با گل. اینجا استاد داشت تعریف میکرد که کل عید داشته سفارشا رو میساخته و مسافرت مهمونی نرفته، ولی یه سری کل سفارشای یه کوره کامل تو کوره سوختن و مجبور میشه همه رو از اول بسازه، ولی به جای اینکه ناراحت باشه خودش هم با من میخندید. اینم همون کوره کلاسه که بهتون گفتم. ریان خانم میگه این یه چیز عادیه تو شغل ما، اصلا نباید واسش هرس بخوری و بعد از 2-3 سال دیگه کاملا برات عادی میشه، ولی من حس میکنم نمیتونه عادی شدنی باشه. فکر کن اون همه وقت و انرژی. اینم مدل پخته همون ظرف درداریه که امروز داشتیم تمرین میکردیم. گفتم گلی شدن عادی شده برامون، دیدی لباسو. اینجا وای خاکی نشم وای گلی نشم نداریم. اینجا پاتو از قاب در کارگاه بذاری داخل و برداری هم تضمینی یه رد گل روته. روزای اول 10 دقیقه یه ربع جلو روشویی پاساژ خودمو تمیز میکردم بعد میرفتم خونه. الان دیگه اینقدر برام عادی شده همینجوری که گل ازم میچکه میرم تو خیابون ماشین میگیرم میرم خونه. عین کارگرای سر فلکه. تازه بعضی وقتا سر راه میرم بازار خریدی هم میکنم. فکر کنم حتی چشمای آدمای تو خیابونم عادت کردن. خلاصه اگه یه روز یه گونی گل سفید دیدین که داره تو خیابون قدم میزنه بدونین اون منم. خب برگردیم روی چرخ. بعد از 2 ساعت بالاخره جدا کردن بدنه و در این ظرفه رو یاد گرفتم، ولی خوب کنترلش نکردم. اولش خیلی خوب شد، همینی که دارین میبینینش صاف بود، اما چون زیاد رو چرخ موند شل شد و ریزش کرد، نتونستم نجاتش بدم. عکس ظرف درداره که خودم دوستشون دارم و نشونتون بدم. اینا عاشق این ظرف دردارم، دوست دارم یاد بگیرم اینا رو درست کنم، ولی خب فعلا اول راه ظرفای درداره. اینا درش اینجوری شد ریزش کرد. خیلی رنگش خوب شد به نظر خوب باشه دیگه. خاموشش کن. نه باید اینجوری. نه خیلی بد شد. ببین خشممو خالی کردم. گل روی چرخ و وقتی بیشتر از یه حدی باهاش ور بری، چون مقدار آبی که جذب میکنه زیاد میشه، نازک و شل میشه و دیگه توان ایستادن نداره. واسه همین یه جوری باید مدیریت کنی که هم عجله‌ای نشه و کج و کوله در نیاد، هم توی کمترین زمان ممکن به سازی برش داریم. میبینی از دور آسونه انگار گل بازیه، ولی بیای داخلش کلی ریزه کاری داره. یعنی از بعد از این ویدیو اگه دیگه کسی به سفالگری گفت گل بازی، اگه گفت میرم تو همون رگمو میزنم راحت شم. اینم همون ظرف شکمداری که گفتم خیلی ازش بدم میاد. آی حال داد خرابش کردم. آخر کلاس و تمیزکاری. آخر کلاس وقت تمیزکاری هر کی چرخ خودشه، چون گل که بمونه خشک بشه این گل سفید خیلی زود خشک میشه. روز بعد که بیا کار کنی اذیت کننده است. گلامون هم میذاریم رو کاشی گچی که آب اضافهش گرفته بشه واسه تمرین جلسه بعد از تمیز کردن چرخ خسته و کوفته و له و گلی اینجوری آی کمرم آی دستم آی آرتروز گردن گرفتم کنان میریم تا برسیم خونه. ولی خارج از شوخی اگه کسی بخواد سفالگری کنه حتما نیم ساعت قبلش و نیم ساعت بعدش باید انعطاف برام، وگرنه حتما به کمرتون آسیب میزنه. اینو از من یادت بمونه. خب مرسی که امروز با من بودین. یه روز از زندگی یه سرامیست همین شکلیه که دیدی. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. منم دیگه دختر زحمتکش له و کوفته درونم و برمیدارم ببرم خونه. و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.